جاتو با یه بدبخت گدا عوض نکن. موقعیت تو با آدم بدبخت و بیچاره عوض نکن. حالا میخواد اون بدبخت خواهرت باشه، برادرت باشه، غریبه باشه، میخواد حتی جامعت باشه، میخواد هر کسی که باشه، مردمت باشه، هر کی. هیچ وقت زورتو به التماس نده. فلانی نداره برم کمکش کنم، گناه داره. خونه نداره، شغل نداره، بدبخت بیچاره است. بعد به خودت میای میبینی به 1 سالم شاید نکشه با این وضع تورم، میبینی او خونه داره تو خونه تو از دست دادی، اون ماشین داره تو ماشین تو از دست دادی، اون کار داره تو شغل. آره این فکت تلخه ها، این تلخه ولی واقعیت. درسشو بگیر. بگیر قبل از اینکه کارتون خواب بشه. ممکنه هر چیزی ممکنه.